الو خسته نباشید آقا داور. جناب علی آقا بسر. الو آقا داور خوب هستی؟ بله چطوری آقا بسر؟ حالت خوبه؟ حالم خوبه. خب چیکار داری؟ مادر کسی ببین مادرت اینجوریه یا آبجیت؟ ها؟ ببین مادرت اونجا هست؟ مادرت هست؟ زنازاده صدا تو خفه کردم فهمیدم تو چه دیوسی هستی آشغال چه صفت بعد جوری کونه تو میسوزه. ببینید نوشته سپاه. الو 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 سلام علیکم. سلام علیکم. حالتون خوبه؟ قربونه آقا قربونه آقا. الو آقا میگه الو آقا حرفتو بزن داداش. آقا با کیفت منو خوشحال کن. اینو باید به کسی دیگه ای مراجعه کنید. ما این چیز نیستیم. چقدر من باید با شما علاقا واقعا چیز بشم که محشور بشیم که این تبلیغم کارشو بسازیم. الو سلام آقای دار. سلام جانم. شما؟ من شمشیر شکسته بگیر. ببخشید آقای دار. بفهم. من تازه دین زرتوش روی آوردم. به خاطر علاقه بسیار به شما یه شعر راجع شما خوندم و زرتوش. چه بخونم؟ راجب من چرا؟ بله آقای دار. چرا راجب من من منظور بفهم. زرتوش. بله بفهم. یک جده خواهر تکونه تو هرچی نبتر خوار مادر خود. همه شمشیره که شکست فهمیدم که توی هرچی نبتر خوار مادرت. عرض کنم که واقعا هر حال مهم نیست. چی میگن استاندار خوزستان آقای سیگار همینطوری بوده اصلا. خب اون جوون چند تا رفیق داشته. حالا الو بفهم. الو سلام. سلام آقای دار. الو الو بله جناب علی. الو من الو الو بفهمید آقا. پراید سفید هستم. کی؟ پراید سفید. پراید سفید در خدمتم. آقا خواستم بگیم که من دانشجو هم. آقا یه ذره بلند صحبت کن. خب آخه این توی اگه صحبت نکنی نمیشنویم که. الان صدا نه صدا پایینه. لطفا بلند صحبت کنید. من چیکار کنم دیگه؟ الان صدا میاد. الان میاد. بله بفهمید. باشید. من الو گوشی دستتونه؟ بله. الو گوشی دستتونه؟ میخوای جاییم بذارم گوشی رو چیکار کنم؟ نه من خب میگی گوشی دستم و من که دارم. آره من دارم میشنوم. بله بفهمید. چون معمولا میگن گوشی دستتونه میگم بکن تو فلانه. بکن تکونه. دیدی گفتم نه متاسفانه گوشی دستم نیست. من میدونم آخه مادر قهبه. همون تو اون پراید سفید رو بکن تو هرچی نبتر خوار مادرت. مادر قهبه.
خونتون میسوزه، جلو دهنتون رو میزنیم. آمادگی داریم واسه همه چی دیگه. این اصطلاحات احمق مال اون موقعی که شلوار لاستیکی پاد بود ما این اصطلاحات رو به کار بردیم. تو که سگ کی باشی بخوای اینا رو به ما بزنی. آره این بالا مالا ها نمیدونم پیغام ندین چون چند ثانیه بیشتر نیست. ایمیل هست، ایمیل بدین تو دهنتون بزنن. گمنام بینام میگه بذار اینم ببینیم. الو بفهمید آقا همین الان زنگ زدی فوش دادی دل نمی‌کنی؟ کی زنگ زدم؟ همین 5 دقیقه پیش. حالا بفهمید ببینید چی میگه. کی زنگ زدی؟ من میخواستم یه سلامتی مقام معظم. حالا جاکش مادر الان مقام چیز سربازان گمنام رو الان تو خونه تونن دارن بهت حال میدن. مادر قبل پس این قبلیه که من یالا برشون مهم نیست. اگه که اشتباهی چیز کردیم درستش کنم. خب این تکفه این مادر قبل رو معلوم کردم چون خیلی نمیزاد. مقامم تمام سربازان گمنام الان صف کشتن دم خونه تو منتظر خواهر و مادرت هستن که خدمتشون برسن. عرض کنم که شیعه گری یک ماشین عظیم